سلام دوستان. بدبختی و فلاکت این آخوندا دیگه خیلی تابلو شده. یعنی الان کار به جایی رسیده که هر کی از راه میرسه یه مشتی حواله کله پوکش میکنه. مثلا همین آقای رئیس جمهور ترکیه رو ببینید، قبل از سفرش به تهران یه گوش اساسی از آخوندا کشید، بعدم ورقبارهای حکومتی شروع کردن به چنگ و دندون نشون دادن و خط نشون کشیدن. این آقای اردوغان نسبت به بزرگترهای خود نیز خارج از چارچوب‌های ادب و اخلاق سخن میگوید. او ضمن حمایت از آل سعود در حمله نظامی به یمن، جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در این کشور متهم کرد و گستاخی را به جایی رساند که گفت ایران در صدد است جای داعش را بگیرد. یه دم شروع کردن به عربده کشی که اگه پیش پای اردوغان فرش قرمز پهن کنید ال میکنیم و بل میکنیم. نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: پهن کردن فرش قرمز پیش پای فردی که به نظام توهین کرده به مصلحت دیپلماسی کشور نیست. بسیجیای رم کردم طبق معمول یه باغی کردن و رفتن سراغ تهدیدای بچه ترسون. بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهور کشورمان خواستار لغو سفر اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران شد. در صورت عدم لغو سفر اردوغان، جنبش دانشجویی ساکت نمی نشیند. اما ته خط اردوغان گفت بتمرگید بابا جوجا، مال این صحبت ها نیستی، من هر کار بخوام میکنم. هناك إيرانيون انتقدوني بسبب تصريحات هذه، أحدهم مساعد رئيس لجنة في البرلمان الإيراني بالإضافة لشخص آخر لا أعرفه، وهؤلاء ليسوا في مستواي. كذلك فإن من يحدد زيارتي لإيران ليسوا أمثال هؤلاء، نذهب أو لا نذهب ذاك شأننا، نحن من يقرر ذلك. بعدم رفت تهران و از رو فرش قرمزم گذشت. بله اینجوری بود که ذلت دیگه‌ای به کلکسیون ذلت‌های عظما اضافه شد. حالا هدف از سفر چی بود؟ هیچی. اومده بود به علی گدا و شیخ فری بگه کاسه کمچتون از منطقه جمع کنید وگرنه طوفان میاد سمتتون و ریش و پشمتون رو به فنا میده. إن ولي العهد وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف قد وصل إلى أنقرة حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح الثلاثاء. بله اینکه این آقای اردوغان پشت پرده به آخوندات چی گفته رو ما نمیدونیم، اما تو کنفرانس مطبوعاتیش با شیخ فری حرف اصلیشو زد. یعنی تلویحاً به آخوندا گفت هر مصیبتی که تو عراق و سوریه است زیر سر شما آخوندای کلاشه. بله. در رابطه با مسائل منطقه‌ای مسئله عراق با هم بحث kerdیم. Tabii Irak bizim için hakikaten aslında kan ağladığımız bir yer. عراق جاییه که ما خوب گریه میکنیم. 350 kilometre sınırımız var. 350 کیلومتر Ama مرز şu ana مشترک kadar داریم. orada yüz bine aşkın, yüz binlerce insan maalesef öldü. 100,000 نفر متاسفانه فعلا در اونجا کشته شدن. Adeta katledildi. Kültür katledildi. تاریخ از بین رفت، devam فرهنگ از بین رفت. Aynı şekilde Suriye'de şu ana kadar 300 bin insan در öldü. سوریه تاکنون 300,000 نفر بردن. Müslüman همه هم ve مسلمان است. insan. Ve kim kimi öldürüyor diye baktığımız zaman ben burada mezhebe bakmıyorum. نمیدونیم کی کیو میکشه، کار به مسائل مذهبی ندارم. Beni burada Müslüman ilgilendiriyor. اینجا اون که برای من مهمه مسلمان و İnsan اسلامه. odaklı olarak bakmak. حالا نوبت میرسه به مسخره ترین قسمت داستان. رئیس جمهور ترکیه اومده تو سری رو به آخوندا زده و رفته،
بعد این وزیر فلک زده شیخفری مال به دست اومده تو تیوی ریش تا این فضاحت و ماسمالی کنه و بگه این سفر به خاطر اقتدار نظام بود. بگی منو. خب ایران به عنوان کشوری هستش که با ثبات، کشوری هست با نفوذ و با یک انسجام داخلی و با اینکه بالاخره رهبری در این کشور اشراف بر همه امور منطقه دارن، لذا ما یک سیاست خارجی بسیار قوی رو در منطقه داریم دنبال میکنیم. بر این اساس هم نگاه کشورهای مختلف در منطقه و هم کشورهای غربی امیدشون این هستش که با کمک جمهوری اسلامی ایران بتوانند مسائل منطقه رو یه مقدار سامان بدن. تو گفتی و ما هم باور کردی. دوران این عد و اطفارا گذشته جناب شوتمشنگ. جام زهر لب دهن عظماست. طوفان عربی و ایرانی هم داره بلند میشه. پس ثبات و نفوذ و این دریوریا رو بذار کنار و به جاش بگو خوردیم بعد جوری هم خوردیم. ما هم میگیم نوش جان که خوردی.